سلام. به رادیو آفساید خوش اومدید. امیدوارم حالتون ردیف باشه و آماده یه اپیزود جدید باشید. تو این اپیزود مرتضی اینجاست و میخوایم با هم در مورد لیگ انگلیس صحبت کنیم. سلام مرتضی. سلام به تارات، سلام به همه بیننده ها. و اینکه خیلی هفته زیبایی بود برای به قول این انگلیسی ها هیت واچ. لذت بردیم بعد از تعطیلات ملی. قبل تعطیلات ملی هم هفته زیبایی بود برای هیت واچ، حتی زیباتر. حتی زیباتر. خب آره، خستگی تعطیلات بازی ملی و شست برد. خیلی خوب. من مدت ها بود همچین هفته زیبایی نداشته بودم. خب بیا، چطور شد که این هفته زیبا شد با وجود برد یونایتد؟ خیلی سخت پیش آره، میاد خیلی همچین سخت بود. اتفاقی. از اون بازی ها بود که جفتشون میشد ببازن، خوب بود. بریم حالا جدای از شوخی اینا، واقعا سعی کنیم که یکم داغ دل هواداره لیورپول رو تازه تر نکنیم. ولی خب دوچار مشکل شدن دیگه. الان 4 تا بازی پشت سر همه تو تمام رقابت‌ها که دارن میبازن. پالاس رو باختن، بعد گالاتاسرای باختن، بعد چلسی رو باختن، الان هم یونایتد رو باختن. و خیلی جنبه‌های مختلفی داره راجبش صحبت میشه دیگه، در مورد اینکه چرا افتادن تو این چاله و تیمی که اول فصل هم حالا یکم داشتن خوب می‌بردن، ولی بردا خیلی بردای نزدیک و دقیقه 90 بود دیگه. مثلا اون بازی با نیوکاسل یا بازی با بورنموث خیلی بازیای خیلی قانع کننده نبود بردایی که به دست آوردن. چند تا نکته داره. یکی این که خب تو این بازی با یونایتدشون از نظر دفاعی واقعا خوب نبودن دیگه. همون گل اول، هم بعد از گلی که مساوی که زدن، دوباره گلی که یونایتد زد. و یونایتد واقعا خیلی بازی خیلی ساده ای انجام داد، از نظر اینکه خیلی سعی کنه که بازی رو همون یکی چو که جلو افتادن سعی کنن بازی رو ببندن. خیلی مثلا مالکیتی هم نداشتن، به خصوص اگه نیمه دوم میدین تا قبل گل اول اه، لیورپول که گاکپو زد. مثلا حتی بیشتر از دو سه تا پاس هم نمیتونستن بدن، پاسهای بلند میدادن، همه خیلی پرخطا بودن. ولی خب تو دفاع خیلی غیرت به خرج دادن، با غیرت دفاع میکردن و خوب بودن. یه ولی یونایتد تو دفاع، ولی از اون طرف لیورپول توی دفاع خیلی دچار ضعف متزلزله. و ضعفش هم خیلی ضعفای مثلا واضح، مثلا خیلی ساختار، مثلا اینطور نیست که ساختارهای پیچیده‌ای داشته باشه که بخوای بررسی کنی. یکی اینکه من نظرم خریدای جدیدن، یعنی 2 تا فول بک جدید آوردن و هنوز درگیری اینو دارن، مثلا سمت راست چیکار بکنن. فریمپونگو میذاره، بعضی موقع سوبوسلایو میذاره. از اون طرف کرکز تو اون سمت مقابل اصلا خوب نبوده، خیلی ضعیف بوده. و اصلا تو تیری که حالا یه بحثی که حالا اتفاقا اتلتیک مقاله راجبش نوشته بود اینه که رو تیری که کرکزه خیلی رو سانترا راحت موقعیت تیمای حریف میتونن خلق بکنن. و تقریبا گل دومی هم که یونایتد زد همین بود، که هم میتونه برگرده به اینکه تو سمت مقابل خوب دفاع نمیکنن سانترا رو، همین که کرکز از اون و پوشش خوبی نمیده. و از نظر دفاعی حتی خود ویرجیل هم اونقدری که باید خوب نبود. تو این بازی کناتم که حالا این مصدوم بوده نبوده، یعنی آن و آف بوده توی بازی ها، برای همین خیلی ثبات نداشتن. اینه که ساختار دفاعی لیورپول که ساختار خیلی مستحکم و خوبی بود فصل پیش، الان خیلی متزلزل تر شده. و فقط هم توی دفاع نیست، یعنی حالا مثلا ترنت خیلی مدافع، دفاعش خوب بود ولی مدافع فوق العاده نبوده. یعنی خورده ای که همیشه بهش گرفته میشد این بود که تو کارهای دفاعی اونقدر خوب نیست. ولی الان که این جایگزین اومدن، نه تنها تو دفاع حالا اونقدر نتونستن تیمو ببرن بالاتر، بلکه تو حمله هم دچار مشکل میکنن تیمو. به صورت کلی لیورپول خیلی روی این وابسته بود که معمولا اینطوری بود که گراونبرگ تو اون پستی که بازی میکرد، حالا توی اون دابل پیوتی که تو خط میانی بود، یه کم میومد عقب‌تر و فضا رو ایجاد میکرد برای اطرافش. حالا یا مستقیمش پاس میدادن و بعد از اون میتونستن بقیه از فضایی که اطرافش استفاده کنن، یا خودش بازیکنانی که جذب میکرد به سمت خودش. بازیکنانی که جذب میکرد به سمت خودش، بعد از اون طرف خب یه اوتلت خیلی خوبی داشتن. ترنت میتونست اون پاسای بلند مستقیم رو بندازه و سریع بتونه بازیکنهای دیگر رو برسونه بهشون. ولی به نظر مثل که الان تو فصل جدید هم خود این گراونبر خب به عنوان اینکه بازیکنی که بیان به عنوان هدف پرس خیلی تیمای
تیما نشونه گیریش کردن، سری میرن پرسش میکنن، در نتیجه اگه توپ به خودش برسه فضا بسته میشه. یا اینکه میرن اگر که خودش اونجا هست و قراره داره بازی میکنه، بازیکنهای دیگه ای که در کنارش قراره آزاد بشن و راحت میبندن. و برای هم و اوتلت هم به خوبی زمانی که ترنت بود نیست. یعنی هم تیما پیدا کردن اون نقطه رو، نقطه فوکال تیم لیورپول، و همین که اوتلت اونقدر خوب نیست از سمت لیورپول، برای همین حمله هم دچار مشکل شده. و از این میخوام یه مشکل بزرگتری هم که داره لیورپول اینه که خریدای زیادی که کردن تابستون، الان مشکل جا افتادنشون هست دیگه. فول بک ها رو راجبشون حرف زدیم، از اون طرف نه ورت توی زمین بود نه اکیتیکه توی زمین بود. اکیتیکه که حالا همه دارن میگن که بهترین مهره هجومیشون بوده توی این فصل از شروع فصل، ولی حالا با اومدن ایساک بهش بازی نمیرسه. برای همین خیلی دچار مشکلن از این لحاظ که چیکار بکنن، اینا چه جوری جا بیفتن. و یه نکته دیگه هم که داشت این که نیمه دوم یهو اون تعویضایی که کرد کاملا، این به قول این خارجی ها کیچن سینکو اندریخت اون وسط، یعنی در آورد انداخت کامل، رفت به سمت اینکه 4-2-4 بازی کنیم و هر چی داریم بفرستیم تو. اکیتیک ورتس رو با هم دیگه آورد و کلا از نظر بالانس خط میانی خیلی دچار مشکل شدن. و گلی هم که خوردن، یعنی بعد از اینکه گل تساوی رو زدن، آره کمک کرد به اینکه بتونن فشار بیارن، ولی بعد از گل مساوی اون بالانس خط میانی وقتی نبود، کار رو برای یونایتد خیلی راحت تر کرد که بتونن دوباره فشار بیارن، برگردن به بازی به اون سرعت. و خب بازیکنهای قبلیشون حالا بجز اینکه بازیکنهای جدید دوچار مشکلن برای اینکه جا بیفتن، بازیکنهای قدیمی هم که یعنی تو چی میگن اسکلت تیم بودن و تیمو خیلی خوب جلو بردن فصل پیش، خیلی دائم خوب بودن، با کانسیستنسی و استمرار خوب بودن. این فصل اصلا خوب نیستن. راجع به مثلا کناتر حرف زدیم که مصدوم بوده، ویرجیل یکم افت کرده که خب تو این بازی به نظرم جلوی یونایتد خیلی واضح تر بود. از اون طرف مکالیستر اول فصل با مصدومیت بود، خب یکی از مهرهای اصلی تیم بود برای اینکه بتونه اون خط میانیه رو قرص و محکمش بکنه، به خصوص حالا توی مثلا شکستن ضد حمله های حریفین، که شکستن پرس حریف، از اون بازیکنان که خیلی بازیش به چشم نمیاد ولی خیلی تاثیر گذاره. بعد به جز مصونیت معمولا هم مک‌الیستر معروفه به اینکه این با آرژانتین که میره وقتی برمیگرده یکم طول میکشه تا جا بیفته، پرواز سخته. این بازی هم به نظرم تا یادت. و خب بنده خدا اون مشکل ضربه سرم براش پیش اومد که دعوایی بحثم سر این بود که آیا باید بازی متوقف میشد که منجر به گل یونایتد شد یا نه. این یه مشکل دیگه است. و فکر میکنم گل همه این بازیکنهای اسکلت اصلی تیم که الان افت کرده صلاحه، که خیلی بازی بدی داشت دیروز. یه موقعیت خیلی خوب گیرش اومد که خیلی بد زد ضربهشو و کلا هم اصلا محو بود تو بازی. خب و خب صلاح هم که محمد آقا رو هم که یه اکستند 2 ساله بهش دادن، آره آره. بر بازی کنه 33 ساله خیلی زیاده دیگه. الان خوشحاله و به ببین قول همون این چیز بود سرهنگ و گواردیولا میگفت دلارای آلمانیا رو میگیره تو خیابونه مونیخ را میره، اینا پوندای انگلیسی ها رو داره میگیره. و سوال فکر کنم علامت سوال بزرگ برای صلاح فعلا همینه دیگه، که آیا از نظر انگیزشی دچار افت شده بعد اینکه، به خاطر اینکه یه بازی خیلی غول شده بود فصل پیش، اون موقعی که بحث این بود که آیا تمدید میخوام بکنم باش یا نه، خیلی خوب بود و فکر میکنم یکی از بهترین بازی های دوران بازیگریش بود دیگه. اون برهه‌ای که بحث های تمدید با لیورپول بود فصل ام. پیش. خب بذار من تو این چیزایی که گفتید 2 تا سوال دارم. بپرس. یکی این که چقدر فکر میکنی که گراونبرگ تو این پست 6 که بازی میکنه به اون پختگی کامل رسیده که ما بگیم که الان تیم یه پست 6 خوب داره؟ ببین شیشه که خیلی رو به جلوتره دیگه، و دابل پیوت مثلا دیروز هم با مکالیستر با هم دیگه بودن. فصل پیش خیلی فصل خوبی داشت و میتونم بگم که تا حدود زیادی مثلا 80-90% از اون کاری که ازش میخواستن رو بهش رسیده بود.
ولی خب این فصل خیلی نمیشه در موردش نظر داد، به خاطر اینکه هم دور و برش خیلی تغییر کرده. میگم یعنی یه بخشی از اون تاکتیک این بود که این بیاد توپو بگیره و حالا برگردونه، یا اینکه این بیاد با حریف رو جذب خودش کنه. یه بخش دیگه اینه که بازیکنهای دور و بر حالا یا رانا رو بتونن خوب انجام بدن، که خب داریم میبینیم خیلی مشخص نیست اصلا خط حمله قرار کی باشه. صلاح افت کرده، از اون ور ایساک تازه اومده هنو داره جا میفته، اونقدر خوب نیست. گاکپو بالا پایین خودشو داره، بعد ورت اگه بیاد جاش میاد، اینطور نیست که با هم باشن. اکیتیکه اونقدر کامل نبوده. از اون طرف اون تو مستقیما رو که میخوام بفرستن اوتلت خوبی ندارن، برای همین چی میگن متغیرهای زیادی دورشه که بتونیم، که باعث میشه که سخت بشه که الان این بازه زمانیشو بتونیم بهش امتیاز بدیم. ولی فکر میکنم فصل پیش تا حد خیلی خوبی جا افتاده بود تو اون پسته. خب سوال دوم این که گفتی مثلا ام، بازیکنای جدیدم بازی نداده بود و اینا. خب مثلا ویرتسو از اول فصل فیکس بازی میداد، الان فکر کنم دوتا بازی رو نیم کرده. بعد خب خیلی عمل کرده ضعیف داشته، افتضاح بوده عملا توی این بازیایی که فیکس بوده، بی تأثیر بوده و خب فشارم طبیعتا روشه دیگه. حالا اون فشار رسانه‌ای تو انگلیس هست، فشار اون هزینه‌ای که برای ترانسفرش شده هست و فشار این که باید پرفورم کنی هست. فکر میکنی که جا میفته؟ چقدر زمان لازم داره جا بیفته؟ فکر میکنم خیلی کارش سختم. به نظرم الان یه عامل دیگه اصلی که لیورپول داره و تو بازی هم میتونستی ببینی اینه که فشار روانی روشون خیلی زیاده. یعنی تو تک تک اکشن ها و تو تک تک کارهایی که بازیکن‌ها میکردن میتونستی ببینی. و اینکه مثلا بدبخت گاکپو سه تا تیرم زد دیگه، هیچی، نور و نلا نور. اه، من برداشتم این بود که به صورت کلی تیم لیورپول تک تک انفرادی خیلی چیز بودن، خیلی تحت فشار بودن. و الان هم که شما 4 تا باخت پشت سر هم داری، تیمی که قهرمان بودی فشار خیلی بیشتره. برای همین نمیتونم مثلا درصدی بگم که آقا من میتونم بگم انقدر درصد جا میفته، ولی نسبت به 4 هفته پیش، 4 تا بازی قبل که نباخته بودن، به نظرم الان کارش خیلی سخته برای که افتاد. یعنی فشار خیلی براش بیشتره که سریع ایمپکت داشته باشه. برای و فصل مثلا تو پیش بگو. آها بگو. بگو. یه نکته دیگه هم این که مثلا الان تو این بازی نیم ساعت آخر تو بازی که میخوای بازی رو برگردونی و وردیش جلو یونایتد، بازی به این بزرگی، خب اصلا خیلی کار سخت‌تر میشه برای اینکه بتونی اون ایمپکت رو داشته باشی دیگه اگه انتظارونه. ولی خب ام. از یه طرف هم میتونی میگی آقا شما این هزینه رو کردین، بازیکنی بوده که قرار بوده مثلا بازیکن طلایی فصل پیش بشه و انتظارت از اینه که گرون قیمت ترین بازیکن وقتی میاد تو زمین بتونه این کارو بکنه دیگه. ولی به نظرم سخت‌تره الان. فصل پیش که میگی توی چمپیونز لیگ هم توی خیلی جلو نیومدن ولی توی گروهی بدون باخت بودن دیگه، همه رو بردن، آره اول آره گروه آره. اومدن بالا. البته یه نکته دیگه این که داره اینه که بعدا نشون داد که خیلی تاثیر نداره اون مرحله گروهی اول بیای بالا ام. دیگه، بعد خوردن به پی اس جی و مشکلات. دقیقا. آره فکر پاریس کنم و خیلی سیتی مثلا. خیلی گروهی رو بعد شروع کردن فصل آره پیش، خیلی بد آره. بودن. ولی بهترین تیم بودن، یعنی اون بازی گروهی چمپیونز لیگ بهترین تیم اروپا به نظرم لیورپول بود دیگه، چون هم تو چمپیونز لیگ فوق العاده بودن هم توی لیگ قشنگ دست نخورده بودن. مثلا یه بازی بود که فقط یه باخت داشتن به فارست. ولی من به نظرم خیلی اون نتیجه چمپیونز لیگشون تاثیرگذار نخواهد بود در اینکه در آینده چی میشن تو چمپیونز لیگ. برای اینکه دیدیم فصل پیش دیگه. حالا البته بماند که مثلا آرسنال اینتری که اومدن بالاتر جز تیمای دوم سوم بودن، ولی خب از اون طرف هم خیلی احتمال داره که چه میدونم یکی از این تیمای بزرگتر بیان رتبه پایینتر تو بهشون بخوری دیگه. یعنی که آره. ولی شرط لیگشون، میگم لیگم، من به شخصه به نظرم هنوز لیورپول مدعی هست. به خاطر اینکه اولا اینکه بازی با یونایتد آره مثلا مشکلات هست، راحت گل خوردن، دفاعشون متزلزله، ولی خب خیلی هم موقعیت خلق کردن دیگه. راجب هم سه تا تیری که گاکپو زد گفتیم.
کلا خیلی سوارتر بودن به بازی. یونایتد هم کاملا عقب کشیده بود و صرفا دفع توپ بود کارشون. مثلا توپای بلندی که بعضی موقعات مثلا میدیدی برونو مثلا از اون وسط زمین به لمانس که این دروازه‌بان اینطوری بود که آقا نکن یکم سعی کن کنترل کن. ولی میگم من به نظرم میتونن برگردن، یعنی اونقدر سخت نیست. تنها مشکلی که از مشکل فشار روانی است دیگه. الان خیلی فشارشون زیاده و این بازیکن جدیدا هم جا نیفتادن، یه فشار روانی اضافه روش هست و اون خیلی کار سخت‌تر میکنه. حال به عنوان سوال آخر، توی بازی لیورپول منچستر چقدر فکر میکنی این قهرمانی که فصل پیش آوردن تأثیرات کلوب بوده هنوز؟ یعنی اون کاری که کلوب کرده بوده توی تیم، توی ریشه تیم بوده، و چقدر فکر میکنی کردیتش مال خود آرن سلات بوده؟ ام. ببین این که خیلی مطرح شده که آقا مثلا این دوران ماحصلش بود و الان مثلا الان باید کلوب نه اسلاتو باید الان چیز کنیم، قضاوت بکنیم. ولی خب اول اینکه من به نظرم که ارتش کاملا برای اصلاحه، به خاطر اینکه یه سری یه ذره فرق کرده بود سبک بازیشون. آره درسته بدنه تیم همون بدنه تیم بود ولی خب اون تیم نبود. چند شدن فصل قبلش نمیدونم. اینکه کردیتش رو به سلات میدی که ربطی به تنفرت از کلوب نداره. نه خب. نه من نه به نظرم به خاطر اینکه جالب نیست دیگه. بالاخره اون اومده کارشو که و اصلا تو مقایسه کن با همه مربیای دیگه که بعد از این مربی بزرگتر میان توی تیم بزرگ. معمولا تو انتظارت اینه که افت کنن، نه اینکه یا مثلا فوقش اینه که بیان مثلا برای سهمیه، نه اینکه مستقیم بیاد قهرمان بشه دیگه. من به نظرم باید کردیتو بهش داد و اینکه ولی فکر میکنم این فصلیه که یعنی تفکرات اسلات و خواسته های اسلات غالب تره. خریدایی هم که کرده کاملا خیلی بازیکن زیاد اضافه کرده دیگه و خود هم البته میتونه کار رو سختتر بکنه. اینی که میخوام خیلی از زیر جواب در برم دارم همه اینا رو میگم. و بعد اینکه از یه طرف دیگه هم اینه که شما یه تیمی که قهرمان شده رو یهو میای 6 تا بازیکن جدید میاری، خب معلومه که کار سخت میشه، سختتر میشه دیگه. به خاطر اینکه دوباره انتظار قهرمانیه، همه اینا باید جواب بدن، خیلی سختتر میشه دیگه. ولی آره من به نظرم این فصل خیلی فصلیه که میشه برای روش بیشتر نظر داد راجع به اینکه اسلات چه جور مربی میتونه باشه. ولی از اون طرف هم فکر نمیکنم مثلا، نمیدونم، یه بحث دیگه اینه که مثلا اگه روند همینطوری ادامه پیدا کنه آیا اسلات رو عوض میکنی یا نه. حالا نه اینکه من تأثیری دارم به عنوان یه آدم، ولی مثلا شما اگه به عنوان مدیر باشگاه لیورپول بودی این کارو میکردی یا نه؟ که تو نظرت چیه مثلا؟ فکر کن همین روند رو ادامه پیدا کنه، حالا نه اینکه فکر نمیکنم 4 تا با پشت سر هم همینطور هی ببازن، ولی مثلا یکی در میون ببازن مساوی کنن و یهو مثلا نیم فصل خیلی فاصلهشون زیاد بشه با قهرمانی. الان که هنوز اختلاف اوکیه. من فکر میکنم که نمیدونم حالا تو فضای طرفداری لیورپول قابل قبوله یا نه، ولی فکر میکنم که هر نتیجه ای تا 4 کاملا اوکیه. اگه که منم دوباره مثلا تیم وضعیتش جوری بشه که از 7 8 به اون ور بشه، واقعا دراماتیکه و احتمالا عوضش میکنن، نظر من. آره من به نظرم الان که اصلا خیلی زود و مسخره است که بخوای راجع به عوض کردن حرف بزنیم، ولی فکر میکنم کلا هم با توجه به اینکه پروژه‌ای که الان تعریف کردم با این مربی است و بر اساس ام، اون لیگ که ما همیشه اینجوریم که آقا اگر که تغییر ناگهانی اونجوری خیلی کار جالبی نیست، به نظرم آره ام. قطعا باید یک بجز این فصل یه فصل دیگه هم بهش وقت بدم و اینکه این فصل هم هنوز خیلی کار داره، یعنی راحت میتونم برگرد. دقت کردی که از وقتی اینجوری شده که تنها از لورکوزن اخراج کردن؟ ممکنه تنها اون زیر باشه. تنهاق چیه؟ الان ما گزینه خیلی بهتری داریم برای یه- لیورپول. آقای خب یه وقت اون زیره تو اصلا نمیدونی. نمیدونی داره این کارا رو آره. میکنه که بیاد. آنجا هم میتونه بیاد.
اخیرا هم اخراج شده، خیلی زیباست شرایط ناتینگهام فارست. من از اون فارست هم خیلی لذت میبرم که اینجوری، به خاطر اینکه ادو رفته اونجا. بیا بریم سراغ چیز آرسنالتون. معمولا آرسنال اینجوری بود در سالهای طولانی که همیشه هفته اول سعد بود، چون با ای آر شروع میشه و ما این بدبخت همیشه تو گروه مسخره میکردیم. ولی الان واقعا صدریم و بیشتر یه هفته. بیا صحبت کن، ببین خوشحالی من تو بروز بده، نفرت من پراکنی کن. احتمالا تو فضاهای مجازی و اینجا اینا خیلی نسبت به آرتتا باز نقد بیشتر داشتم، نمیدونم، حالا حداقل حس خودم اینه دیگه، اونو واگذار میکنیم به مردم بذار. تیپیکال برنامه نبر. ولی یه چیز که حالا میخوام یکم کردیت بدم به آرتتا اینه که به صورت کلی حالا تو این 6 سالی که بوده یه سری به قول خودش فاگین استانداردها یکسان بوده، تغییر نکرده. ولی خب میتونی نقاطی رو ببینی که چی میگن تکامل پیدا کرده، نگاهش به بازی و نگاهش به تیم دیگه. مثلا معروف ترینشون بعد اون بازی 4-1 که به سیتی باختن، خیلی رفت سمت اینکه بازیکنهای هیکلی قولتور بیاره که یکم تو فاز دفاعی و تو ترانزیشن ها تیم یکم قوی تر باشه، جا بیفته. که خب خیلی از اون طرف انتقاد میکردم، من حتی الان که دارم تعریف کنم انتقاد دارم میگم، انتقاد میکردم که مثلا واسه همیشه بازیکنایی بود که تیمی بود که بازیکنای تکنیکی ریزه میزه می آورد و اینا، چرا داره میره به اون سمت. و یه نکته مثل ای که پتویه را مثلا، حالا تکنیکی ریزه میزه. پتویه، حالا ریزه میزم اشتباه نباید بگیم مثلا، منظور بدی ندارم نسبت به آدمایی که قدهای متنوعی دارن. منظورم که معمولا بازیکنایی میوردی که اونقدر فیزیکی نبودن، بیشتر تکنیکی بودن. آره من اصطلاح ریزه میزه رو پس میگیرم، ببخشید همینجا عذرخواهی میکنم، خودم فهمیدم که حرف جالب نبود. ولی آره دیگه. و یه اتفاق دیگه که حالا بعد از فصل پیش افتاد که حالا همه اینطور بودن که او نمیدونم کورنر اف سی و تو اوپن پلی مشکل داره تیم و اینا، یکم رفته به سراغ این که یکم مستقیم تر بازی کنه، یعنی بازی مستقیم رو تو دستور کار قرار بده، به خاطر اینکه بتونه شاید اون لو بلاک های تیمای حریف رو بشکنه. حالا لو بلاک نه یعنی فشار، خیلی لو بلاک رو که نمیشه اونطوری کن. بعد راجع به این ترانزیشن کل لیگ انگلیس هم صحبت میتونیم بکنیم. ولی و خریدایی هم که کرده اینو نشون میدن دیگه، مثلا ازه رو آورده و به خصوص من برداشت شخصی اینه که بعد از اون بازی که با سیتی انجام دادیم و مساوی شد، یعنی تا قبل اون هنوز اون حالت محافظه‌کارانه ترش رو داشت، ولی بعد از اون بازی با سیتی هم یکم چیزتر شده، یکم پرواکتیو تر شده که و فعالانه تر دنبال اینه که بازی رو این بره به سمت این بازی مستقیمه، استفاده بیشتر میکنه از ترکیبایی که میفرسته، یکم بیشتر در مقابل اینه. و این یکی از نقاطیه که روشنه توی کارنامه آرتتا دیگه، اینه که این تغییرات ریز و بر اساس اتفاقایی که تو فصل یا توی بازی ها میفته خیلی سریع که نه ولی روش فکر میکنه و انجام میده، در کنار اینکه حالا یه بیسی داره از اینکه مثلا شما ساختار دفاعی باید منسجم باشه، اوت آف پوزیشن چیکار رو باید بکنی. این یه کردیتیه که باید بهش بدیم و آرسنال داره میره به این سمت. و به صورت کلی هم راجع به لیگ هم میشه اینو گفت دیگه که به نظرم لیگ انگلیس یه فرایند تکاملی پیدا کرده وقتی که پپ اومد. خب اینا دنبال پوزیشنال پلی بودن و اینکه شما مثلا مشخص باشه هر بازیکن کجا باشه و هر یعنی هم مالکانه هم علاوه بر مالکانه اینه که بر اساس پوزیشن های مختلف کی چی کار میکنه. و اینکه این تیلت اضافه شد به کلا آمار فوتبالی و اینکه شما سعی کنید تیم حریف رو کاملا برگردونی عقب، یعنی نه علاوه بر پوزیشنال تریتوریال هم اصطلاحا میگن، یعنی اینکه چه تریتوری از زمین دست تو باشه، چه تریتوری از زمین رو نذاری اصلا تیم حریف بیاد. اینا خیلی اضافه شد، ولی خب تیمای کوچیک‌تر هم نسبت به اون واکنش نشون دادن دیگه. کوچیکتر که حالا نمیخوام بگم که مثلا یعنی تیمایی که انتظار قهرمانی ازشون نداری. طرفداران پالاس ناراحت نشه.
پالاس خیلی تیم خوبیه البته. ولی اونا هم شروع کردن واکنش نشون دادن، اونا هم سعی کردن که مثلا فشار بیارن، یکم اون بلاکشون رو بیارن جل، از همون اول شروع کنن پرس کردن، مثلا یارگیری من تو من رو خیلی شدیدتر انجام بدن. و خب در نتیجه این شاید اینه که کلا لیگ داره میره به سمت اینکه این بازی مستقیمه رو بیشتر استفاده کنه. یعنی شما کنش اولیه اون شرایطی بود که پپ اضافه کرد و خب سالها باش قهرمان شد تو لیگ. واکنش به اون این بود که خب چیکار کنیم که بتونیم از این شرایط در بیایم و بتونیم بتونیم مثلا همش جلوی تیم مثلا پپ عقب نباشیم، همش دوچار مشکل نباشیم. واکنش به این بود که حالا یکم بیارن جلوتر. میبینیم که مثلا حالا همین پالاسی که میگیم موقع که چون ویرا بود شروع کردن بیارن جلوتر. و حالا شاید دوباره یه واکنش دیگه به این مورد دوم اینه که دارن میرن به سمت بازی مستقیم تر تیمای بزرگتر. و حالا سبک بازی مثلا سیتی هم داریم میبینیم که یکم داره روی اینکه رو ضد حملات بیشتر تمرکز کنه، داره بیشتر پپ مانور میده. و حالا کاری که داره هالند میکنه، شما وقتی هالند هم داره، اصلا این فصل شروع وحشتناکی بوده. اینی که این روند تاکتیکی و صورت کلی میتونی تو لیگ انگلیس ببینی. و خب از اون طرف آرتتا هم در خب مستثنا نیست دیگه، همین روند رو رفت. ببین، آره حالا یه سوال دیگه من اصلا دارم راجع به آرتتا حرف زدی. ببین تیم در نهایت جام میخواد. خب و آرتتا از نظر وین پرسنتج حداقل نگاه کن، درصد برد مربی ناموفقی نبوده. 59% حدودا درصد بردش بوده. کل دوران ونگر فکر کنم 56 هفته بوده. دوست عزیزت گودی بینینگ 55 تا بوده. خب که اون فصلی بود که به فینال لیگ اروپا هم رسید. ولی در نهایت بازم مثلا حال آخه پپ هم خیلی سیتی شاخی ساخته، ولی مثلا بر پپی نداد 71% بوده. ببین در نهایت تیم باید بتونه که توی اون بازی های حساس، حالا یا خیلی خوب باشه ببره یا یه برد کثیف به دست بیاره. فکر میکنی آرسنال این فصل اصلا اون پختگی رو داره که بتونه حتی توی شرایط بد بازی رو در بیاره و اون امتیاز لازمه رو بگیره که برسه به قهرمانی دیگه؟ به نظرم سه تا بازی که کردن اخیرا، نیوکاسل، بستم، فولام، از این سه تا بازی فصل پیش نیوکاسل تو خونه حریف، بستم خونه خودی، فولام خونه حریف، یه امتیاز گرفته. آرسنال این فصل 9 امتیاز گرفته. و مثلا فولام تیمیه که به صورت سنتی تو این دوره آرتتا اذیت کرده، وستهم تیمیه که اذیت کرده آرسنال، ولی تونستن جلو. یا نیوکاسل که اصلا فصل پیش ما رو اعصاب منو نمیخوام بگم چی کار کرد باش. و همیشه هم یه مدل بودی، یعنی تو یه دونه از این جامعه فکر کنم اتحادیه بود که خوردیم بهشون، رفت و برگشت زدنمون. تو لیگ هم که اصلا هیچی به هیچ. ولی هر ستای اینا رو تونسته ببره این فصل. فکر میکنم این میتونه یه نشونه خوبی باشه برای اینکه شاید دارم میرم به اون سمت. بخاطر اینکه حالا به صورت معروف بود که جلوی تیمای تاپ 6 سنتی خیلی خوب نتیجه گرفته، بهترین نتیجه رو گرفته از بین بقیه تیما آرتتا. که حالا اونم راجبش یکم حرف زدن اون دفعه میرسه قبل. آره به همون بحث اینکه به اون جام نمیدن، مثل آره برد دقیقا. یکی چه رئال تو سانتیاگو جام نداد. دقیقا ولی فکر میکنم الان این بازیایی که سخت میشد برای آرسنال، برای اینکه بتونه بشکونه بازی رو و لاکشو، یکم این فصل حداقل نتیجه گرفتن دیگه. حالا مثلا این بازی با فولام هم اونقدر فوق العاده نبودن، رو کرنر هم گل زدن، ولی خب ساختار دفاعی خیلی ساختار دفاعی خوبی بود دیگه. چون وقتی اینقدر مطمئن باشی، که البته دوباره اونم جای بحث داره که شما وقتی اونقدر ریلاینت باشی روی ساختار دفاعی، ولی یه اتفاق کوچیک اگه بیفته، ولی حملت اونجوری نتونه موقعیت خلق کنه، یه اتفاق کوچیک بیفته توی بازی میتونه اون بالانس، یعنی انقدر نزدیک لبه به لبه باشه که دفاع فوق العاده ولی حمله هم اونقدر نه،
یه لحظه یه اتفاق کوچیک تو دفاع بیفته، گله رو میخوری و برگشت به بازی خیلی سخت میشه. ولی از نظر دیتای آقای هست توی همین توییتر، اسکات ویلیس نشون داده بود که ساختار دفاعی بهتر میتونه برای شما امتیاز بیاره تا ساختار تهاجمی بهتر برای بردن لیگ، که میتونی اینم بگی به صورت کلی. ولی این سه تا تیمی که جلوشون بازی کردن و همیشه دچار مشکل بود، این سه تا بازی رو 9 امتیاز رو گرفته ازشون، که میتونه خیلی امیدوار کننده باشه. ولی این همیشه تو سر من هست که خب باش، شما دفاعت خیلی خوب، ولی اگه اوتپوت حملت خوب نباشه، یه لحظه یه اتفاق میفته، یه پنالتی میدی، داور یه اشتباهی میکنه، یه بازیکن یه اشتباهی میکنه، همونو که گل بخوره دیگه نمیتونی برگردی. ولی من دلم روشنه که بتونیم لیگو بگیریم این فصل. معید ولی این باش. حرفم من قبول دارم که الان با این هزینه‌ای که شده، پروژه خیلی خوبیه، پروژه متقنیه، خیلی کارشون خوب بوده، تیم خیلی یه دست و خوبی، ولی اگه جام نگیره خیلی دیگه همین سر تکون دادن تو دیگه، کلمه ندارم براش، واقعا همین صورت آراده که دیدی همون. ما از وقتی یادمونه آرتتا یکم دیگه زمان نیاز داشت که جا بیفته. الان دیگه خیلی نزدیکه به یکم دیگه. آها، چی بقیه داری بازی ها. برامون مارکو؟ آها آره. بگم، آره. یکی این که این روند نتیجه نگرفتن تو خونه تاتنهام ادامه پیدا کرده. بعد کلا اون اصطلاحا underlying metrics، یعنی از نظر آماری expected point ایناشون هم خیلی افتضاحن، ولی هنوز جایگاه خوبی دارن. میتونن حتی اگه ببرن بازیشون رو جلوی استون ویلا مثلا تا دوم هم بیان، که اینم جالبه دیگه. توماس فرانک اومده، هنوز تو خونه دوچار مشکلن و بحث سر اینه که اون پیوت وسطشون رو چیکار میخواد بکنه، که باید ببینیم. یعنی خیلی تغییری نکردن از این لحاظ نسبت به قبل. نکته بعدی که یکم راجع به حرف زدیم بود که آقای آنجا پست گوگلو اخراج شد از ناتینگهام فارست بعد از 39 روز. بسیار زیبا بود. من یکی از هیترهای اصلیشم. خیلی لذت دارم کلا اون مجموعه ناتینگهام، من خیلی لذت میبرم به زمین بخورم. یه هم بگو. چی کارشون داری بدبخت رو؟ بیشتر آه صرفا نه، بیشتر شما چمپیونز لیگ داره. اصلا به خاطر همین مدیر عامله رو مخه، بعدم ادو رفته اونجا کلا نتیجه نگیره میخندیم. ولی خب اون دوست شما هم گل زد، آقای ولتمیده، که شما به نظرتون اونایی که خریدنش احمق بودن، ولی تیمشون بازم با وجود اینکه گل زد نتونستن ببرن. اه، آره، تو نظری نداری در مورد اینکه آیا احمق تیم نیوکاسل مدیریت سعودی یا نه؟ اینا بذار مصاحبه کاملشو بگم. این سر همین قضیه رومنینگر رو ورده بودن توی برنامه، بعد گفت که این برچسب و لیبل قیمت که شتوتگارت گذاشت، من به اولی و بچه ها، یعنی همین درسن و نمیدونم هاینر رو اورله، گفتم که قیمت ها داره وارد یه سگمنتی میشه که اصلا دیگه نمیشه بهش فکر کرد، خیلی چیز میشه، خیلی دیوونه کننده است. بعدم گفته بود که دلیل نمیبینیم که هر درخواست، رقم درخواستی که میاد و ما صرفا پرداخت کنیم. بعدش این اون تیکه کانتروورشالش بود، گفته بود که به شتوتگارت تبریک میگم که یه احمقی رو پیدا کردن که تونسته بود رقم درخواستیشون رو بده. که بعد مثل این که به مذاق انگلیسی ها خیلی خوش نیامده بود. خود نیوکاسلیا خیلی بازیکناشون فکر کنم یک دوتا مسابقه کرده بودن که این خیلی گله و خوبه و رونالدو، هم نه رونالدو جدید از خودم میگم، ولی خیلی اینطوری بودن که احمق خودتی. بخیر 85 به علاوه 5 زیاده. خیلی زیاده. آره ولی خب توی این سالهای اخیر رقم خیلی عجیبی نبوده دیگه. ببین با قشنگ گیر توجه به آوردن. پستش اگه که چیز کنیم،
قشنگ گیر آوردن نیوکاسل رو دیگه. به خاطر این نیوکاسل قشنگ تابستون میم شده بود دیگه، هر کی میرفت روش دست میذاشت دیگه. اصلیاش که هم اکیتیکه و ایساک بودن که رفتن لیورپول، هر کی هم دست میذاشت سریع میگفتن نه. این در به در دنبال مهاجم بودن و من به نظرم دارن میدن خب دیگه. پس تو هم موافقی که باید تبریک گفت به شوتگارت؟ آره اشتوتگارت برده اصلی اشتوتگارت کرده، به نظرم خیلی پول خوبی گرفتن. ولی اونا هم دیگه گیر بودن، این آخر کار اینطوری بودن که آقا یکی رو بدین به ما دیگه. ببین خیلی بازیکن خوبیه، من خیلی خوشم میاد ازش. ام، الان توی 5 تا بازی لیگ انگلیس 4 تا گل زده که خب برای کسی که تازه اومده فصل اولش تو پرمیر لیگ به نظرم خیلی خوبه. این یه نکته. بعد مثلا تو مقایسهش کن با بازیکنایی که اومدن به عنوان مهاجم و خیلی هایپ بودن، مثلا کیو داشتیم؟ هالند رو داشتیم ام. توی سالهای اخیر که اون اصلا اینقدر هایپ بود. کیو دیگه داشتیم؟ داروین رو داشتیم که اون اصلا به عوامل اول تجزیه شده، الان هیچ چیزش نیست. هالند الان ولی گل بود، همش خفن بوده دیگه. آره دیگه، میگم یعنی هالند حالا به قول علی میگه جنریشنال تالنت بود. دقیقا دقیقا خب هالند از اونا بود که با امباپه مقایسه میشدی، مثلا اینطور بودن که این دوتا دقیقا. قرار. آره. و این مثلا تو مقایسه کنی اونقدر اصلا بازیکن نبوده که هایپ خیلی خاصی داشته باشه، با این وجود بازیکن خوبیه. به عنوان یه نه، ما تو آلمان خیلی مشکل نه داشتیم سالهای اخیر. تو بازی با ایرلند هم گلمون و ایرلند شمالی گلمون رو ماده زد، گل برد و 1-0 بردیم همین فیفا دی که گذشت. چیزی که من خیلی ازش خوشم میاد، خیلی بازیش به نظرم شبیه هری کینه ام. و من اینو توی هری کین خیلی دوست دارم که تفاوت اصلیه که کین با لواندوفسکی به نظرم داشت اینه که کین خیلی مشارکت میکنه تو بازی سازی. و اتفاقا توی همین بازی قبلی با دورتموند نیمه اول نیمه کین بود، فوق بود. و بعد بازی هیت مپش خیلی چیز شده بود، وایرال شده بود، همه جا هست، قشنگ همه جای زمین هست. و برعکس اون هیت مپ کلاسیکی که از نوها چیز بود، یا مثلا پیپو اینزاگی که همیشه مسخرش میکردن بعد خط آفساید بود هیت مپش، این که این قشنگ همه جا هست. و این چیزی که من توی ولتماده میبینم که خیلی شبیه کین بازی میکنه، میاد عقب توپگیری میکنه، بازی سازی میکنه، به موقعش نوک هست. قدش خیلی مناسبه برای نوک وایسادن. پالا گله به ایرلندو البته با هد نزد، با شونه زد. ولی به نظرم خیلی خوبه و من خوشم میاد خیلی ازش. ببین این این گلی هم که به برایتون زد خیلی سکسی زد، از این گلای چیکی که پشت پا انداخت رفت تو گل. اگه ندیدین بریم ببینین، خیلی جالب بود. ولی خب بعد تاش باختن. و اینکه اصلا کلا این روند مهاجم با فیزیک نسبتا درشتره ولی با تکنیک خوب و هوش خوب الان خیلی زیاد شده. راجع به همشون حرف زدیم، خود کین، چه میدونم، هالند، ایساک، ولتمده، اینا الان مهاجمای نه الان خیلی همه ترند به این سمت دیگه. من به نظرم بازیکن خوبیه دیگه. بعد بازی با آرسنال یه مسابقه کرده بود که به مذاق ما خوش نیومد. ولی نه خیلی بازیکن خوبیه، منم دوستش دارم. به جز اینکه برای نیوکاسل بازی میکنه. آره. دیگه دیگه چیز نکن دیگه، نفرت پراکنی نکن بهش. دیگه من خیلی گناه جلو داره. خودم رو برای لیورپول گرفتم. بالاخره یه کری ریزو باید بخونه دیگه. این هم گنابری این همه سال ها گفته لندن is red برای شما، دمش که گرم. البته منظور شما میدونیم رنگ پیرن منظورش بایرن و رنگ اینکه شماست ولی آره، خب ولی خب حالا طوری هم نیست. آره. در مورد بازی دیگه، آها فارس هم که بودیم چلسی 3 تا بهشون زد دیگه. چلسی هم خیلی خوب، خیلی ریز ریزکی داره، میاد بالا. 2 تا بازی هم لیورپول رو زدن همین بازی رو زدن الان.
جزو تیمای 14 امتیازی جدولن. میتونن حتی توی مدعیا باشن با توجه به اینکه اگه کم کم مصدوم برگرده و اینا. اه، بنلی دویش لیدز رو زد توی و ساندرلند که این روند خوبشون داره ادامه پیدا میکنه، دویچ وولز رو زدن. وولز کلا شرایطش نگونبخته. برنموث چرا اینجای جدوله؟ برموز خیلی تیم خوبیه بابا، آریولا خیلی تیم قویه و بازی فوق‌العاده‌ای داشتن با چیز، با پالاس 3-3 شد که یه توپ همون آخر کار پالاس گن زد گلش نکرد. فکر کنم خود ماتتا بود، یادم نیست. ولی برموز خیلی تیمش بعد، تو فکر کنم گفتیم که این نصف تیمشو داد رفت و هنوز انقدر شاخه. خیلی خوبه. آره برموز هم الان، برموز هم 15 فکر کنم. آره آره. ولی خیلی بازی خوبی بود اون بازی پالاس بونوس دیگه. مرسی. دیگه صحبت دیگه ای داری در مورد بازی نه فکر ها؟ کنم راجبه همه اینا حرف زدیم. ها سیتی هم که اورتون رو زد دیگه، سیتی هم روندو داره. سیتی هم خیلی داره الان تیم دوم 3 امتیاز اختلاف داره با آرسنال و هالنده خیلی ترسناکه، خیلی ترسناکه. اه، آره سیتی ساختار دفاعی هنوز یکم دچار مشکلن، شاید اون اذیتشون کنه ولی میتونن دوباره بیان و اگه اون تو این 2 3 فصل نشون، چون معمولا سیتی اینجوری بود که اولش یکم کجدار مریض میومد بعد یهو ژانویه فوریه همه رو میبرد. تو این 2 3 فصل 2 فصل اخیر اونقدر، حالا فصل پیش به خصوص اونقدر نشون ندادن که اونجا باشن هنوز. اه، اینم جالب میشه، باید ببینیم آیا میتونن همون برگردن به دوران چی میگن رتروی پپ یا نه. مرسی مرتزا. مرسی از مرسی از شما که تا اینجا با ما همراه بودین، به برنامه‌مون گوش دادین و اگه خوشتون اومد ما رو به دوستای فوتبالیتون معرفی کنین و اگه خوشتون نیومد کامنت بزنین بگین چرا خوشتون نمیاد. آره، مثل همون کامنت های تأثیر گذاری که سری پیش خوندیم. و خوندی. آره کامنت ها رو چرا حتما میخند؟ میخونیم. آره کامنت ها رو حتما میخونیم. آره ولی واقعا وقت نمیکنیم جواب بدیم. دست شما درد نکنه. تا اپیزود بعدی، خداحافظ. مخلص.